داره بیداد میکنه. یعنی چی؟ بیا بهت بگم. فکر کن رفتیم آجیل فروشی، میخوایم آجیل بگیریم. میخوایم پسته برداریم، میبینی وای چقدر قیمتش زیاد شده. آقای فروشندم میگه آره قیمتش زیاد شده چون تعداد پسته هایی که امسال داریم کم شده. راستم میگه. وقتی به بقیه آجیلا نگاه میکنیم، به بادوم نگاه میکنیم، به گردو نگاه میکنیم، میبینیم آره قیمتشون تغییری نکرده. به این وضعیت ما میگیم گرونی. اما تصور کن رفتیم فروشگاه، بعد میخوای شیر برداری، میبینی وای قیمتش چقدر زیاد شده. میری روغن برمیداری، میبینی قیمتش زیاد شده. به هر چیزی که دست میزنی قیمتش زیاد و زیاد شده. حالا این وضعیت گرونی نیستا، به این میگن تورم. فرق تورم با گرونی اینه. فرقش اینه که تو گرونی فقط یک کالا قیمتش بالا رفته، اما توی تورم ما هر چی که دست میزنیم قیمتش رفته بالا. بچه ها به نظر شما تورم بدتره یا گرونی؟